کارهای تا امروز عملی گردیده گواهند که از روزهای اول تشکیل دولت صاحب استقلال علم و معارف در سیاست حکومت مملکت موقع محوری داشته، عالمان و محققان و آموزگاران و زیایان نیروی سازنده و پیشبرنده همه ساحه‌های حیات کشور می باشند. از ملاقات پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اهل علم و معارف کشور 30 می سال 2024. البته این تدبیر اندشی ها به رشد استوار ساحه معارف، بهترگردانی شرایط تعلیم و بلند برداشتن سطح و صفت دانش اندازه خوانندگان مساعدت بیشتر می نماید. مسلم است که صاحب استقلالی جمهوری برای رشد و تکامل ساحه معارف و علم مملکت راه و اصولهای نو به نو را گشاد و بهر رسیدن به پیشرفت و نوگانی ها امکانیت‌های فراوانی را به میان آورد. بهتر ساختن شرایط تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی شرط اساسی و مهم به حساب رفته، با استفاده از امکانات مساعد خوانندگان می توانند سویه دانش خود را بلند بردارند. در پرتو سیاست معارف پرورانه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان امروزها در سرتاسر مملکت بنیاد مؤسسه‌های نو تعلیمی به راه مانده شده است که در آنها برای خوانندگان تمام شرایط‌های بهترین تعلیم و تربیت مهیا میباشد. گروه ایجادی ما با مقصد آشنایی به حالت مؤسسه‌های تعلیمی به ناحیه مومن آباد سفر نمود. با دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ناحیه بنیاد یک قطار مؤسسه‌های نو تعلیمی برآ مانده شده است که در آنها بهترین شرایط برای تعلیم و تربیت مهیا میباشد. در دهه نوبهار جماعت دیات باغایی یک بینای نو تعلیمی دارای 10 صنفخانه برای 350 نفر خواننده در یک بست بنیاد یافته است. ناحیه مومن آباد یکی از ناحیه‌های دوردست و بلندکوه کشور است. صاحب استقلالی مملکت فضای این گوشه دیار را پرنکهت و فیضبار و فیضبخش گردانیده است. چون نظر به ساحه معارف ناحیه می‌دوزیم، سر هر قدم نوگانی و نوآوری‌های جالب پیش نظر می‌آید و این همه دستاوردها برای رشد و نموی ساحه و بالا رفتن سطح دانش اندازی خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه امکانیت‌های خوبی را به میان آورده است. اوید به دستاوردهای رشد ساحه معارف در سال 2025 قید کردنی هستم که علاقه از فنهای دقیق در سطح جمهوری 21 جای
ҷойи намунавӣ дорем. аз фанҳои дақиқ махсусан аз фанҳои физика, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ аз олимпиадаи байналмилалӣ бошад 5 ҷойи намоён дорем. аллакай дастовардҳо дар соҳаи рушди соҳаи маориф дар соли 2025 ҳамин тариқ ба қайд гирифта шудааст. бунёди муассисаҳои таълимӣ дар дурдасттарин деҳоти ноҳия ин боиси хушнудӣ ва сарфарозӣ на танҳо омӯзгорону хонандагон, балки сокинони деҳа низ мегардад, ки бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат ва талошҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин муассисаҳои таълимиро барои фарзандони онҳо бунёд намуданд. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 37 دهه نوبهاری ناحیه مومن‌آباد خوشنود از آن هستیم که در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان زندگی میکنیم. امروز برای ما خوانندگان مؤسسه مذکور افتخار است که در چنین مؤسسه زمانوی تحصیل میکنیم. جواباً به این غمخواری های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان وعده می‌دهیم که سطح و صفت خوانشی خود را باز هم مکمل نموده در مؤسسه های عالی کشور تحصیل کرده پیروان پیشوای ملت می‌گردیم. ما امروز از سیاست معارف پروانه پیشوای ملت جناب بیاری محترم امامعلی رحمان بسیار منت داریم که امروز در دوردستترین دهات تاجیکستان عزیزمان چنین مکتب‌های زمانوی ساخته و استفاده داده شدند. ما جواباً به این غمخوری‌های پیشوای ملت کوشش به خرج می‌دهیم که می‌ایم به سطح صفت دانش خوانندگان رو بلند نموده در آینده یکی از خدمتگزاران این وطن این دیار زیبا و آزاد باشید. قریب همه کابینت در مؤسسه نو به استفاده داده شدند، از آن جمله کابینت تکنولوژی اطلاعاتی، کابینت شیمی، کابینت متماتیک، کابینت فیزیک که در سطح عالی همه تجهیزات‌های زمانوی قطعی ساخته شدند. همه آموزگاران در مؤسسه ما میرسند. ما تو وقتی که هستیم کوشش میکنیم که یگان آموزگار از درس از کار قفا نماند، کوشش میکنیم با آموزگاری نو تامین کنیم. مؤسسه تعلیمی که فعالیت میکرد سالهای 89 با واسطه حشر از طرف مردم همین دیوار ساخته شده بود. در مؤسسه ما یگان شرایط نبود. در مؤسسه تعلیمی میانه عمومی رقم 9 دهه دهبلند ناحیه مشاهد برگزاری چاره‌بینی عاید به پیشگیری از حالت‌های فوق‌العاده گردید. با حضور کارمندان ریاست حالت‌های فوق‌العاده منطقه کلاب و شعبه حالت‌های فوق‌العاده ناحیه چاره‌های پیشگیری هنگام سر زدن حالت‌های فوق‌العاده حادثه‌های طبیعی گذرانیده شده، آماده باشی خوانندگان در چنین حالت‌ها سنجیده شد. خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 نیز با بینای نو تعلیمی تامین گردیدند. در مؤسسه شرایط خوبی تعلیمی برای خوانندگان مهیا میباشد. این مؤسسه در زمینه همکاری‌های مالیوی بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری فدراتیوی آلمان بنیاد یافته است. مؤسسه دارای 10 صنفخانه برهوا برای 629 خواننده در 2 بخش ساخته به استفاده داده شده است. با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در تمام مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه مومن‌آباد بیرون از مشغولیت‌ها از آموزگاران پرتجربه خوانندگان تعلیم می‌گیرند
با این مقصد که شماره عمومی خوانندگان اشتراک کنندگان در سطح المپیادهای سطح ولایت جمهوری و بین المللی بیشتر باشد. الکی امسال در المپیادهای فنی شماره 70% خوانندگان مؤسسه تعلیمی در المپیادهای فنی اشتراک داشتند. تا دوره سطح جمهوری 21 جای نمایان الکی دستاورد شعبه معارف ناحیه مومن آباد گردیده است. مخصوصا در المپیاد بین المللی نیز اشتراک کردند، صاحب 5 جای نمایان گشتند. اطمینان کامل دارم که الکی حالا المپیادهای فنی به اتمام نرسیده است، جریان دارد. باوری کامل دارم که باز شماره جایهای نمایان، شماره مدال ها باز هم بیشتر می‌گردد. در دهه لنگر و توتیان ناحیه نیز بیناهای نوی تعلیمی با مهیا گرداندن امکانات برای تعلیم و تربیه مورد بهره برداری قرار گرفتند. این شرایط‌های مهیا گردیده امکان می‌دهد خوانندگان سویه دانش خود را بلند بردارند، با بهای خوب و اعلی تحصیل نمایند و به زباندانی و دانش اندوزی آینده خود را درخشان گردانند. امروز باعث خوشحالی و خرسندی ما خوانندگان است که در دهه ما نیز با دستور و سپارش‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک مؤسسه خوب و زیبا و زمانوی با تمام لوازمات درسی ساخته و استفاده داده اند. جواباً به این همه غمخوری‌های پدرانه پیشوای معظم ملت، ما خوانندگان وعده می‌دهیم که این درگاه علم و معرفت را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در آینده بهر آبادتر و زیباتر گردیدن این وطن محبوب سهم خود را گذاریم و قرض فرزندی خویش را ادا نماییم. شکر استقلال و وحدت، شکر این بخت و سعادت، شکر آن یزدان پاکم، شکر این پیشوای ملت. وابسته به اعلان داشتن سالهای 2020-2040 به سالهای آموزش و رشد فنهای طبیعتشناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، مؤسسه‌های نوی تعلیمی با کابینت‌های فنی تامین بوده، دستگاه و تجهیزات و عیانیت‌ها برای هر یک فن تعلیمی مهیا گردانده شده است. آموزگاران هم طریق عملیه و هم طریق نظریه نازکی‌های فنهای دقیق را به خوانندگان می‌آموزند. با به دست آمدن فضای صاحب استقلالی در جمهوری و ساخته به استفاده داده شدن چنین بناهای نو و زمانوی، ما نسل آینده ساز ملت را وادار می سازد تا که در آینده یک شخص سازنده و بنیادکار شده به وطن خود صادقانه خدمت کرده باشیم. منتداری صمیمانه اهل خوانندگان و آموزگاران و معارفچیان این ناحیه بلندکوه و خوشباد و هوا را به پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امامعلی رحمان میرسانیم. وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی خوانده در جمعیت یک شخص ارزنده شویم. زیبا وطنی چون تاجیکستان دارم، زرکار و زرفشان و بدخشان دارم، ختلان و خوجند و رشت و درواز همه سرور به خودم امام رحمان دارم. ای ملک در ستایش، ای آشیان وحدت، شد پرچمت درخشان
در آسمان وحدت، ای مسکن سعادت مشهور عالم استی، با نام تاجیکستان اندر جهان وحدت. من ناصرزاده سیحانه، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 ناحیه مؤمن‌آباد می باشم. منتداری صمیمانه خیش را سرول از نام خود و بعد از نام کلی هم مکتبیانم و حکومت جمهوری تاجیکستان می رسانم که برای ما نسل نورس چنین یک مؤسسه خوب و زمانوی را به استفاده داده‌اند. امروز خرسندی 864 نفر خواننده مؤسسه ما را حد و کنار نیست و به استفاده داده شدن چنین یک مؤسسه خوب و زمانوی با تمام لوازمات تعلیمی و تکنیکی ما را باری دیگر از غمخواری های حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص پیشوای معظم ملت گواهی می دهد. جواباً به این همه غمخواری های پیشوای ملت ما وعده می دهیم که این وطن را از امروزه دیده آبادتر و زیباتر می سازیم. برای بهتر و خوبتر گرداندن صفت تعلیم و تربیت و رشد ساحه معارف یک قطار برنامه‌های دولتی و صحابی قبول گردیدند و اجرای آنها از جانب مسئولین شعبه معارف، راهبران مؤسسه‌های تعلیمی و آموزگاران پرراه برآ مانده شده است. برنامه‌های دولتی که الکی تطبیق گردیدند و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مخصوصا در شعبه برنامه‌هایی که به ساحه معارف مربوط هستند، مخصوصا برنامه تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیون برای سال‌های 2024-28، برنامه مجهزگردانی کابینت‌های فنی برای سال‌های 21-25 و برنامه رشد مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی. این چنین در برابر یک قطار برنامه‌هایی که به ساحه معارف مربوط هستند در وابسته به اجرای برنامه‌های مذکور در شعبه معارف نقشه چهاربین‌ها تهیه و تصدیق گردیده است، دسترس تمام مؤسسه‌های تعلیمی گردیده است. تمام مؤسسه‌های تعلیمی اوید به این مسئله کاربری دارند و مخصوصاً به خاطر اجرا و عملی گردیدن برنامه رشد مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی در ناحیه مومن‌آباد تمام چاره‌های ضروری از جانب شعبه معارف و در یکجایی با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مومن‌آباد اندیشیده شده ایستاده است. الکی با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساس‌زار شورای وحدت ملی که در پیام نوبتیشون ارائه گردیده بود که در تمام سطح جمهوری 1000 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و 800 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی با این مقصد الکی در 5 سال آینده شعبه معارف ناحیه مومن‌آباد در موافقه با مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مومن‌آباد 5 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی را از حساب بودجه جمهوریوی و از حساب با دعوت شخصان احسانکار و سابق ختم کنندگان باید ساخته به استفاده گردد. نتیجه همه این غمخوری‌ها و دستگیری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در آن ثابت می‌گردد که سویه دانش خوانندگان سال تا سال بلند گردیده، اشتراک آنها در آزمون‌های سطح ناحیوی و ولایتی و جمهوری، المپیادهای بین‌المللی می‌افزاید. در فضای صلح و ثبات و صاحب استقلالی از وطن عزیز با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در جماعت دهات توتیان ناحیه مومن‌آباد بینای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 ساخته شده است. مؤسسه مذکور از 2 آشیانه عبارت بوده دارای 10 صنفخانه می باشد، از جمله کابینت های فنی، شیمیا، بیولوژی، فیزیک، تکنولوژی اطلاعاتی و دیگر کابینت ها می باشد. در مؤسسه ما 864 خواننده تحصیل می کند و به آنها 56 آموزگار درس می دهد. ما آموزگاران و کارمندان ساحه معارف کوشش می نماییم که خوانندگان رو در آزمون‌های جمهوریوی و ولایتی تیار نموده سزاوار جایهای نمایان گردانیم. علم و معارف در سیاست اجتماعی دولت و حکومت مملکت همچون ساحه افضلیتناک باقی مانده، رهبریت دولت و حکومت کشور منبع نیز برای باز هم رشد دادن ساحه علم و معارف، تامین نمودن مؤسسه‌های تعلیمی با تجهیزات معاصر
тадбирҳои заруриро роҳандозӣ менамоянд то сатҳи донишу малакаи ҷавонон ояндасозони кишвари соҳибистиқлоламон дурахшон ва ободу шукуфо бошад.